چی بگم از تفاوت‌های ما ایرانی‌ها؟ میگفت تو ایران یک عروس رو جوری راضی میشه واسه شب عروسیش آرایشش کنن که حتی مادرش هم نشناسدش. که بعد میگفت که بعضی از این عروسی‌ها، بعضی از این دخترها یه جوری به خودشون میرسن که داماد وقتی نگاهشون میکنه میگه عجب غلطی کردم اینو گرفتم. از این بهتر خیلی چقدر آرایشون تعجب میکنه. یه خانمی 2 ساعت با تلفن صحبت کرد، بعد گوشی تلفن گذاشت. شوهرش بهش گفت من بهت تبریک میگم عزیزم، چقدر تایم مکالمت کوتاه شده، قبلا 5-6 ساعت صحبت میکردیم. گفت این دفعه اشتباه گرفتم کردم. دیگه اشتباه گرفتم. هول شدم میخواستم بگم الو بله، گفتم بله و اله، طرفم گفت الو الان، اونم قاطی کرد. یکی از دوستان میگفت چقدر من خوشحال میشم ما ایرانی‌ها یه روز به یه جایی برسیم وقتی تلفنی داریم صحبت میکنیم نقاشی نکنیم. میگفت بابام با تلفن یه رو صحبت میکرد، رو پایان نامه دکترا ازش عکس خر کشید. زخم بزن که زخم رو مرد میکن، اصلا برای عشقم درد میکن. زخم بزن که این کار ساده رو حیار را رفیق جوان مرد میکن. اونجا که رفتی خودمونیم هیچ کس، اون که دلم برای تو میکرد میکن. زخم بزن که زخم رو مرد میکن، اصلا برای عشقم. بله، فرزاد انسانی میگفت ما در دنیا یک چیز زندگی میکنیم، 2 نوع آرامش داریم. یکی آرامش قبل از طوفان، یکی آرامش بعد از دستشویی. میگفت اونایی که اف خونه رو برمیدارن، آیفون گوشی آیفون خونه رو و میگن هلو، همونایی هستن که وقتی در توالت میزنی میگن کیه؟ قاطی میکنید. میگه یکی از رفقام در توالت زده بود، داداشش تو توالت بودی، گفته که دیده که کسی بود، گفته کیه؟ گفته منم. گفته توی تو توالت؟ گفته نه. پس این منشی تلفن توالته. بعد از شنیدن صدای بوق بفرمایید تو. در یک از این چهارراه‌ها یه روز یه کودک فال فروشی رو دیدم، مثل خیلی از شماها که دیدید. بهش گفتم چه میکنی فرزند؟ گفت به آنان که در گذشته خود مانده‌اند آینده‌شان را می‌فروشند. گاهی اوقات یه بچه حرف میزنه آدم تکون میخوره. فال و رب و سلامی یه استخاره به قرآن به این قشنگی داره. الان متاسفانه میگه درآمد یک دعانویس از درآمد یک برنامه‌نویس کامپیوتری بیشتر. میگه ما یه قوم داریم فال حافظ میگیریم، غافل از این که حافظ خودش فال قهوه میگیره. به استناد اون شعری که میگه ما در پیاله عکس رو خیال میبینیم.
موقع اول تو پیاله میخوردن. فرزاد حسن هم میگه مادر توی اینو فوش بود، الان دیگه استفاده نمیشه. هر کسی تفسیر تعبیر خود